الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این حلقه دهم از شرح و توضیح و بیان کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که الرازیان عقیده رازیان است. ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی این عقیده شون است. ان شاء الله سبحانه و تعالی امروز به موضوع جدید نو داخل خواهیم شد. موضوع امروزه ما باذن الله سبحانه و تعالی القدر خیره و شره من الله. قدر، تقدیر، نیکیش و بدیش از الله است. در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی میگویند. ابو زرعة الرازی که 200 تولد شده، 264 وفات کرده. ابو حاتم الرازی که 277 وفات کرده. میگویند که والقدر خیره و شره من الله عز وجل. قدر، نیکیش و بدیش، شر یعنی بدی، از الله است سبحانه و تعالی. یعنی هر حادثه که به سر شما می آید از نیکی و بدی، همه این از جانب الله است و در تقدیر نوشته شده است. اما این مسئله رو ما به شما در یک چند حلقه ها همین جمله رو شرح می دهیم. چرا؟ زیرا در این موضوع بزرگ توحیدی که یکی از رکنهای ایمانی اعتقادی هست. ایمان چند رکن دارد؟ 6 رکن و یکی از رکنهایش همین ایمان آوردن به قدر است، نیکیش، خیرش و شرش، نیکیش و بدیش. و این چنین مسئله تقدیر از مسئله موضوع مهم و از رکن ربوبیت است. هر کسی که مسئله قضا و قدر را نفهمید، تقدیر را نفهمید، او از رکن 7 گانه توحید یک رکن را نفهمید که توحیدش کامل نمی شود. بمانند کسی که مثلا توحید حکم را نفهمید، توحید تشریع را نفهمید، توحید تحکم را نفهمید، رکن ربوبیت را ترک کرده است. از همه رکن 7 گانه یک رکنش وجود ندارد. پس توحیدش کامل نیست، موحد نیست. از همین جهت مهم است که این موضوع را به شما از همه جانبش و مسائلش با تفصیل بیان بکنیم و بخصوص به مردم تاجیکستان، به این مسلمان هایی که بسیار تقریبا سالهای گوناگون 70 سال در زیر کمونیست ها بودند که اینها اصلا تقدیر را انکار میکردند، یا که بعد از این در زیر علمای بگویم گمراه ها هستند که اصلا اینها نصفشون جبری و نصفشون قدری هستند. یعنی نصفشون مردم را مجبور میدانند در تقدیر، همه مجبور است، هیچ کس اختیار ندارد میگن، و نصف دیگرشون تقدیر را بالکل انکار میکنند که هر دوشون باطل هستند. یعنی معلومات درباره قدر، تقدیر به مردم ما با تفصیلاتش نرسیده است، حالان که این یکی از رکنهای توحید است و یکی از رکنهای ایمان است، از رکنهای 6 گانه. پس بارک الله فیکم، این جمله رو ما شروع میکنیم به شرح دادن. ایمان آوردن به قدر
یعنی تقدیر، این از رکنهای ایمان حساب می شود. هر کسی که ایمان به تقدیر نآورده باشد این حالا مسلمان نیست. کسی که تقدیر را یا انکار میکند، بالکل علم الله را انکار میکند، این کافر است. ایمان چیست؟ ایمان آوردن به قدر یعنی چی؟ یعنی اقرار کردن قدر، تصدیق کردن قدر، تقدیر. ایمان آوردن یعنی قبول کردن و تصدیق کردن به قول قلب، به قول قلب. زیرا که اون چیزهایی که ما فقط باید بدانیم و ایمان بیاوریم اون در کجای قلب است؟ در قول قلب است. قسم اعتقادی، قول قلب. ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به ملائکه ها، ایمان آوردن به رسولان، ایمان آوردن به کتاب ها، ایمان آوردن به نیکی و بدی، ایمان آوردن به روز آخرت. یعنی تصدیق کردن، باوری کردن و اقرار کردن. انمین است ایمان. ایمان آوردن به چی؟ به الله. مثلا ما تصدیق میکنیم و قبول میکنیم که الله وجود دارد، یکتا هست، یگانه است، شریکی ندارد و یگانه همون را باید عبادت کرده شود و به حکمش حکم کرده شود و مراجعت به محکمه او کرده شود و از عبادت هایی که غیر الله انجام داده می شود کفر ورزیده شود که این کفر بالطاغوت است. انمین است ایمان. ایمان به ملائکه هایش یعنی تصدیق میکنیم و اقرار میکنیم که ملائکه ها وجود دارد که بعضشون نامهایشون ذکر شده و خدمت های گوناگون دارند، به الله اطاعت میکنند، همیشه در اطاعت الله هستند. ایمان میاریم به کتاب های الله، یعنی قبول میکنیم و یعنی تصدیق میکنیم و اقرار میکنیم که کتاب های الله کلام الله هست و از جانب الله نازل شده است و این شریعت الله را بیان میکند و همچنین همین است ایمان. و در آخر ایمان میاریم به تقدیر، یعنی تصدیق میکنیم و قبول میکنیم که قدر وجود دارد، قضا و قدر، تقدیر وجود دارد. ما به این باوری میکنیم و تصدیق میکنیم و اقرار میکنیم. دروغ نمیشماریم، انکار نمیکنیم. انمین است معنای ایمان آوردن به قلب. بارک الله فیکم. پس مراد از قدر چیست؟ شما شاید انتظار باشد که قدر وقتی که میگوییم یا که تقدیر میگوییم مراد از این کلمه چیست؟ البته این کلمه معنای لغوی دارد، معنای اصطلاح شرعی دارد، لیکن در علم عقیده وقتی که ما قدر میگیم، تقدیر میگیم، این چی است؟ علم الله و کتابته. علم الله و نوشته کردن الله همین علمش را و به همین داخل می شود مشیت، خواسته ها و اراده های الله و خلق الله. این مسئله که مسئله بینهایت بزرگ است باری دیگر تکرار میکنم. مراد، مقصد از کلمه تقدیر یا قدر، افضل صحیحش قدر میگیم. قدر چیست؟ شریعت وقتی که به شما قدر میگوید، قضا و قدر یا که تقدیر میگوید، شما باید چی رو فهمید؟ شما باید علم الله رو فهمید. علم الله. قدر یعنی علم الله. الله علم دارد درباره حل هر یک مخلوقاتش و الله همون علمی که دارد به لوح المحفوظ نوشته کرده است درباره هر یک مخلوقات، هم انسان ها، هم جن ها، هم حیوان ها، هم زمین و آسمان و هر چیزی که در بین زمین و آسمان است. الا فی کتاب مبین. یگان چیزی نیست مگر اینکه در کتاب مبین، لوح المحفوظ نوشته شده است. انمین است قدر. ببینید من یک حدیث صحیح رو به شما میگم که الله تقدیر ما رو کی نوشته است. در حدیث صحیح آمده است که اول ما خلق الله القلم فقال له اکتب. اولین باره که الله قلم رو خلق کرد گفت بنویس. قلم خلق کرد، یکمی چیزی که به قلم الله امر کرد گفت بنویس. قلم گفت ماذا اکتب؟
من چی را بنویسم؟ الله گفت اکتب مقادر الاخلاق. ای قلم نوشته کن مقادیر، یعنی تقدیرهای تمام خلقهایی که من میکنم، یعنی اون خلقهایی که من اونها را خلق میکنم، همه این مخلوقات تقدیرش نویس. و عرش الله در بالای آب بود. و در حدیث دیگر میگه که همین نوشتن کی به وجود آمده است؟ ان الله كتب مقادر الاخلاق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله سبحانه و تعالی تقدیری همه مخلوقات را نوشته کرده است در بالای لوح المحفوظ پیش از این که مخلوقات را خلق کند 50,000 سال پیش. یعنی 50,000 سال پیش از خلق شدن زمین و آسمان، 50,000 سال پیش از خلق شدن این مخلوقات تقدیری همه نوشته شده است. حال مخلوقات وجود نداشت، حالا زمین و آسمان وجود نداشت، حالا جن وجود نداشت، حالا انسان وجود نداشت، اما الله سبحانه و تعالی اینقدر علمش بزرگ است، اینقدر علمش وسیع هست که تقدیر هر یک چیز رو نوشته کرد 50,000 سال پیش از خلق شدن مخلوقات. تقدیر من و شما سبحان الله چندین هزار سال پیش از خلق شدنمون نوشته شده است که ما چگونه زندگی میکنیم و چگونه وفات میکنیم و رزق ما در این دنیا چگونه است. اما آیا همین حجت می شود که ما بگوییم که تقدیر من نوشته شده است، من هیچ کاری نمی کنم، یا من گناه کنم هم این در تقدیر است، من اعوذ بالله دزدی کنم، شرک کنم، کفر کنم، همه کاری بدی رو کنم هم این در تقدیر من است بگوییم؟ نه، ممکن نیست. این حرام است. این غلط فهمیدن در باب قدر است. خیلی که بسیاری مردم ما در تاجیکستان همچنین عقیده دارند که میگن هر چیزی که شد این از تقدیر است. یعنی زنا کننده میگن تقدیر من به نوشته باشد، من چیکار کنم؟ خیر زنای الله خواست من کردم. اعوذ بالله. یا حتی مشرکان میگفتند الله ما مشرک کرده است، اگر الله نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، الله که خواست پس جایز است میگن، ما مجبور هستیم میگن. اعوذ بالله. این درست نیست. این خطا فهمیدنی باب قدر است. انا این مذهب رو انکم بگوید مذهبی چی میگن؟ جبریه، جبری. یعنی کسایی که میگن که ما مجبور هستیم، مثل یک رابرت هستیم، ما اختیار نداریم، اینا جبری هستند. و انمین مذهبی که است جهم ابن صفوان است. جهم ابن صفوان که عقیده های باطل را در این امت کاشت و سرچشمه شد و همین یکی از عقیده های باطل دیگری کفرش است. سبحان الله. ببینید این آدم چقدر یک آدمی بدی خبیثی بود که همه عقیده های کفری را منشأ کرد. سببش چی؟ سببش علمی کلام است، کلامی شدن است. سببش عقل را پیش از قرآن و سنت گرفتن است. سببش به خود سخت اعتماد کردن در عقل خود است. انسان وقتی که اعتماد به عقل خود کرد نتیجهش کفر و شرک است. و بعد از این این شاعرهایی که شاعرهای گمراه هستند، به مانند جلال الدین رومی، به مانند عمر خیام، به مانند سینا و غیره و غیره، که اینها مذهبشون در بابی انمین قدر جبری بود. شعر خیام را شما میدونید، مثلا میگه دست و پایم بسته ای و مرا به درون دریا انداخته ای، به درون آب باز میگویی که مرا تر نشو. یعنی معنیش این که خودت مرا به گناه میبری، باز میگویی که گناه نکن. یعنی به الله اعتراض کرده است. برای همین ما این علماها را انکار میکنیم. اینو قرامیته بودن، اصلا عقیده رافضه داشتن اینو. و در بابی البته که تقدیر اینها چی هستند؟ همین رافضه ها هم جبری هست، جبری جهمی. و انمین عقیده در تاجیکستان هم نصف از علمایی که کلامی شده اند و پیروی از همین شاعرها کرده اند میگویند که هر کار میخواهی بکن، این در تقدیرت
هست اگر در تقدیرت نباشد تو این کارو نمیکردی. این باطل است، بلکه الله به من و شما اختیار داده است. ما حالا در آینده بیان میکنیم. بعد از این مذهب دومی باطل که مقابل جبری ها هست، قدری ها هست. قدریه، کسایی که میگویند که اصلا تقدیر هیچ وجود ندارد. ببینید مذهب جبری ها، جهم ابن صفوان و این شاعرهای غلات، اینها چی میگفتند؟ همه ای ما 100% تقدیر داریم، اختیار نداریم، هر کاری که میکنیم به تقدیر الله هست. زنا کنی هم گناهگار نمیشوی، برای اون که الله خواست چیکار کنی. شرک کنی هم گناهگار نیستی، برای اون که تو به مانند روبرت هستی. میگن اینها جبری. قدری ها بالکل تقدیر رو انکار میکنند و میگن که تقدیر وجود ندارد، هر کسی که هر کاری که کرد این از پیش خودش کرد. اینها قدری های غلات هستند. و قدری های دیگر میگن که نیکی از جانب الله هست اما بدی از جانب الله نیست، بدی رو خودی بنده خلق میکند. میگن از همین جهت اینها رو مجوسی این امت گفتند. قدری ها رو مجوسی این امت گفتند. یعنی اینها دو اله رو قائل شدند. الله رو قائل شدند که خلق میکند چیزهای خیر و نیکی و درست و حلال رو، و بنده رو خالق گفتند. بنده رو هم خالق گفتند، اله گفتند، برای اون که چیزهای بد رو خودی بنده خلق میکند گفتند. اینها مجوسی این امت هستند. بارک الله فیکم. انا این است عقیده دو عقیده، عقیده جبری جهمی که همه مجبور هستند میگن، و عقیده قدری باطل که قدر را یا بالکل یا که جزءاً انکار میکنند، که هر دوی این فرقه باطل است. من به شما گفتنی هستم که شما هیچگاه نگویید که من مجبور هستم هر کاری که میکنم در تقدیرم است، من به جوابگری کشیده نمیشوم. نگویید. یا که اینچنین نگویید که هر کاری که میکنم اصلا تقدیر ندارد، من خودم هر کاری که میکنم کرده ایستادم تقدیر. اینچنین انکار نکنید. خصوصا جوانهای امروز در روسیه هستند، بسیارتری اونها جبری نیستند و برعکس قدری شدند. آدم‌هایی که در تاجیکستان هستند عادتاً جبری هستند. آدم‌هایی که در روسیه هستند عادتاً جوان بچه‌هایی که به روسیه میآیند عادتاً قدری هستند. به همون بین برادرهایی که از اهل اسلام بودند مردی کاری میکردند در مهاجرت، من یک دوری زده بودم، سال 2015 بود والله اعلم. اکثری آنها میگفتند که یعنی اگر خوب کنید رزقتون نمی آید، شما باید خودتون کار کنید. سبب این کار میکردن بسیارشون، یعنی یا که بگویم سبب جبری اگر این کار کند، یعنی سبب در اثباتش غلو میکردن. یعنی میگفتن که اگر سبب نگیری رزق به تو نمی آید، اگر مردی کاری نکنی تو گرسنه میموری. از این میبرد که اینها تقدیر این کار میکردن، میگفتن که همه چیز در دست خودت است، همه چیز در دست خودت است. و بعضی روایت‌های باطل میکنن که حرکت الله گفت، میگن حرکت از تو برکت از من. این سخن‌ها البته باطل است. به همین معنا اوسته میروند و میگن که اگر حرکت نکنی هیچ تقدیر وجود ندارد، باید خودت حرکت کنی. میگن که البته این باطل است. البته حرکت این سبب است اما معنای 100% رزق نیست. بالعموم این دو مذهب باطل رو فهمیدید، جبریه و قدریه. در بین همین دو مذهب مذهب حق است، مذهب اهل سنت و الجماعت. جبری ها اثبات قدر کردند و در اثبات غلو کردند، از حد گذشتند در اثبات کردند. قدری ها انکار کردند قدر را و در انکار کردن غلو کردند. اهل سنت و الجماعت اثبات کردند و این چنین اختیار را نسبت دادند. اهل سنت و الجماعت میگویند الله سبحانه و تعالی 50,000 سال پیش از خلق کردن همه چیزها به علمی بزرگش دانست. الله این چنین علمی بزرگ دارد، این چنین علمی کامل دارد و این چنین علمی شامل دارد. این صفتی الله سبحانه و تعالی، صفتی کمالات الله سبحانه و تعالی است که کامل پره، هیچ نقصی ندارد، که هر یک مخلوقات را چگونه زندگی کردنش را، کی به دنیا آمدن و کی نابود شدنش را الله فهمید. همه همین را فهمید و نوشته کرد. و انسان را فهمید که کی تولد می شود
و چگونه زندگی میکند و الله فهمید که انسان به اختیار خودش جانب هدایت را قدم میزند یا که انسان به اختیار خودش به جانب گناه میرود و همین را الله فهمید، یعنی به علمش دانست و همین را الله نوشته کرد که انسان فلان 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 انسان به اختیار خودش زنا میکند، همین را بنویسید. نوشته شد، قلم نوشت. یعنی انسان این چنین اختیار دارد. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی به علمش دید و نوشته کرد و این چنین انسان اختیار دارد. یعنی چیزهایی هست که انسان اختیار در این دنیا ندارد، به مانندی وفات کردن. کی در کجا وفات کردن را شما اختیار کردن نمیتوانید. الله کدام وقتی که خود شما را میگیرد. لا استقدمون ساعتا ولا استخرون. یک ثانیه هم عقب و یا پیش نی، همون در وقتی که اجل آمده است. اذا جاء اجلهم، همون در وقت اجل یک بار میمیرید. شما اختیار ندارید. انمین است که شما اختیار ندارید. باریدن باران یا نباریدنش در اختیار شما نیست. لرزیدن زمین در اختیار شما نیست. شفا یافتن و کسل شدن در اختیار شما نیست. در دست الله است. اما اختیار کردن یک راه خوب از راه بد الله به شما اختیار داده است. اختیار کردن یک زن صالحه یا یک زن غیر صالحه در اختیار شما است. فهمیدین؟ بارک الله فیکم. انا کنون یعنی قسمی از چیزهای هست که این مسائل کونی هست که اختیار ندارید و قسمی از مسائل چیزهای هست که البته که اختیار دارید. ما حالا در تقسیمات قدر در آینده صحبت میکنیم که قدر کونی وجود دارد، شرعی وجود دارد، فرقه های باطل و مخالف رو به شما بیان میکنیم. لیکن در اول صحبت من به شما خواستم فهمونم که در بالای قدر 3 مذهب وجود دارد. در بالای تقدیر 3 مذهب وجود دارد. مذهب اهل سنت و الجماعت تقدیر را اثبات میکنند و این چنین اختیار بنده را اثبات میکنند. بنده هم اختیار دارد. مذهب جبری ها، مذهب جهمی ها و مذهب اشعری ها و مذهب رافضا که میگن که همه مجبور است، هر کاری که میکنی این در تقدیر است، تو مجبور هستی، تو گناهگار نمیشوی. و مذهب قدری ها که مذهب سوم است که اینها قدر را میگن که این کار میکنن، قدر وجود ندارد، هر کاری که میکنی یعنی از دست بنده است. بالاخره یا که قسم دیگرشون میگن که نیکی از جانب الله هست و بدی از جانب خودت است. پس مراد از قدر چی است؟ علم الله و همون علمی که الله نوشتهش. العلم والکتابه والمشیئه و خلق میگن. الله علمش علم دارد به همه و همین علمش را به لوح المحفوظ نوشته کرد و الله سبحانه و تعالی با مشیئتش و با اراده اش این را نوشت و همه این حادثه هایی که میشود با مشیئت و اراده الله میشود و الله سبحانه و تعالی خودش خلق کرد. همین حادثه ها را خودش خلق کرد. هر چیزی که هست بدی و نیکی را که خلق کرد الله سبحانه و تعالی خلق کرد. حیاکم الله. پس الله سبحانه و تعالی در همه چیز تقدیر را معین کرده است. همه چیز قدری معین دارد، مقدار دارد. همه چیز مقدر است. همه چیز، یگان چیزی نیست که مقدر نباشد. الله سبحانه و تعالی در سوره قمر آیه 49 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا كل شیء خلقناه بقدر. همانو که یعنی البته که ما همه چیزهایی که وجود دارد ما خلق کردیم با قدر. با قدر، تقدیرش معین است. یعنی با علم، ما علم داریم درباره او، چی کار میکند، چی میشود، چی نمیشود، نیکیش، بدیش، همش نوشته شده است. سوره مرسلات آیه 23 رو نظر کنید: فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا، ما یعنی همه چیز را با تقدیر خلق کردیم. پس تقدیر این به علم الله و به حکمت الله
به وجود می آید. تقدیر یعنی همون چیزهایی که نوشته شده است، این از علم الله نوشته شده است و به حکمت الله نوشته شده است و حکمت وجود دارد. این به حکمت نیست. الله دانست و همون دانشته اش رو نوشته کرد به حکمتش. به این معنا که این صدفه نه، این بیهوده به وجود نآمده است. تقدیر آیا چی دارد؟ یعنی بگیم حکمت دارد یا که بیهوده و به حکمت است؟ البته که حکمت دارد، بیهوده نیست. کسی که تقدیر رو بیهوده میگه اعوذ بالله، این کفر است. زیرا که علم الله این همیشه حکمت دارد. علم الله همیشه مقارن به حکمت است. تقدیر الله به علم و به حکمت است، بیهوده نیست. الله سبحانه و تعالی در سوره حجر والله علم آیه 21 میگه که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر یک چیزی که وجود دارد مگرم این که در نزد ما خزینه‌اش وجود دارد و ما نازل نکردیم مگرم با یک قدری معلوم. یعنی هر چیزی که وجود دارد قدری معلوم دارد، تقدیر معین و معلوم دارد. کی شروع شده و کی به پایان میرسد همه اش معلوم است. و این بود آیات هایی که تقدیر را معین میکند و دیگر آیات های زیادی هست که در آینده باز بیان میکنیم. و در حدیث صحیحین، یعنی صحیحین وقتی که میگیم امام بخاری و مسلم روایت کرده اند، قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که حضرت جبرائیل علیه السلام محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله خاتم النبیین را سوال کردند. یعنی محمد گفتند صلی الله علیه و سلم ایمان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. این که ایمان بیاوری به الله. ایمان چیست؟ ایمان یعنی باور کردن و تصدیق کردن، تصدیق کردن و اقرار کردن. ان تؤمن بالله یعنی تصدیق بکنی و اقرار بکنی به الله را و ملائکه ها را و کتاب هایش را و رسول هایش را و روز قیامت را، و این که ایمان بیاوری به قدری نیکی و بدی. روایت امام مسلم. ما اونجا لفظ امام مسلم رو وای کردیم از حدیث عمر رضی الله عنه میگند. این ایمان است، این از رکن ایمان است. و در نزد امام ترمذی حدیثی هست، امام ترمذی روایت میکنند با رقم 2144 از حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه که میگند قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره و شره. انسان ایمان نمی آورد تا همان زمانی که ایمان بیاورد به قدر نیکی و بدی. یعنی کی انسان مؤمن می شود؟ همان وقتی که ایمان به تقدیر نیکی و بدی بیاورد. وقتی که ایمان به تقدیر نیکی و بدی نورد، یعنی تصدیق باید کند، باید باور کند، اقرار کند که همه نیکی و بدی که می شود این از الله هست سبحانه و تعالی. خالقش هم الله هست، نیکی و بدی و حکمت دارد و به خواست الله به وجود آمده است و به علم الله هست. همین 4 چیز رو باید داند. یعنی الله می داند، الله نوشته است و به مشیت و اراده الله به وجود آمد. و این چنین بارک الله فیکم این چیزها رو الله خلق کرده است. در دوامش میگند حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ان ما اخطأه لم یکن لیصیبه. تا اینکه بداند، یعنی مؤمن نمیشود تا اینکه بداند که هر آن چیزی که به او رسید از ضرر و از زیان به خاطر خطا کردنش نبود. یعنی ضرر و زیانی که رسید از خطای شما نیست و اون خطایی که شما کردید از سبب مصیبت نیست. یعنی همه نیکی و بدی از جانب الله گفتنی گپ است. روایت امام ترمذی. در حدیث علی رضی الله عنه آمده است که لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعه. بنده ایمان نمی آورد تا اینکه، یعنی بنده مؤمن نمی شود تا اینکه ایمان بیاورد به 4 چیز. اولش یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و سلم.
شهادت بدهد و ایمان بیارد بر اینکه نیست معبودی بر حق بجز الله و همانو که من یعنی محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستم. بعثنی بالحق، که الله مرا مبعوث کرده است، فرستاده است با حق، با قرآن، با حق، با رسالت حق. و یؤمن بالموت و بالبعث بعد الموت و یؤمن بالقدر. ایمان بیارد به مرگ و به دوباره زنده شدن بعد از مرگ و ایمان بیارد به قدر. اول شهادتین، بعد از این بداند که رسول الله را الله به حق فرستاده است. ایمان بیاورد به مرگ و دوباره زنده شدن بعد از مرگ و ایمان بیاورد به قدر. این حدیث هم بیان میکند که کسی که ایمان به قدر نآورد، این چی است؟ این بارک الله فیکم ایمان ندارد. حیاکم الله. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که در باب قدر میگن من مات علی غیر هذا فلیس منی. هر کسی که در غیر همین بمیرد از ما نیست، از من نیست. یعنی در غیر چی؟ در غیر ایمان به قدر. یعنی کسی که بمیرد که ایمان به قدر ندارد، در حالت بمیرد که ایمان به تقدیر نیکی و بدی ندارد، رسول الله میگن که این از من نیست، یعنی از امت ما نیست. چلی که من به دو روایت میکن از حدیث عباده. بارک الله فیکم. پس همین است که همه مسلمان هایی که سلف این امت بودند، از صحابگان، تابعین، تبع تابعین، همه مسلمان ها ایمان آورده بودند، اقرار کرده و تصدیق کرده و باور کرده و عمل کرده و تحقیق کرده بودند به قدر. شیخ بارک الله فیکم عبدالعزیز الطريفي میگد که اجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على الإيمان بالقدر والتسليم به وقد جاء عن طاووس ادركت 300 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم يقولون كل شيء بقدر. از کی روایت میکن؟ از ابو داود. یعنی امام ابو داود گفتند که همه مسلمان ها اجماع کردند از صحابگان، از تابعین بر ایمان آوردن به قدر و تسلیم شدن به تقدیر. و روایت شده است از طاووس که میگویند که من دریافتم، یعنی من دیدم، دریافتم، پیدا کردم 300 از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی طاووس چند صحابه را دیدند؟ 300 صحابه را دیدند که همه اشون میگفتند که کل شیء بقدر، هر یک چیز با قدر است، هر یک چیز تقدیر دارد. این ایمان صحابگان و تابعین و ایمان همه سلف صالح بود. بارک الله فیکم. و ابو الاسود الدیالی میگن که ما رأینا احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یثبت القدر. ما یگان نفر از صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدیم که قدر را اثبات نکرده باشند. معنایش این است که همه صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قدر را اثبات میکردند، انکار نمیکردند، اما اختیار هم اثبات میکردند که در آینده بیان میکنیم. چخیلی که از امام زهری کبار تابعین، از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که میگویند تکذیب القدر نقض للتوحید. کسی که تقدیر را انکار کند چی است؟ این نقض توحیدش است. کسی که توحید انکار کند نقض توحیدش، یعنی تکذیب کردن، دروغ شماریدن تقدیر، این نقض، شکست توحید است، شکست توحید است. سبحان الله. نظر کنید به کتاب السنه لعبدالله احمد بن حنبل یا که الشریعه للآجوری. ولا یعنی در بین سلف صالح یگان اختلاف، یگان کشمکشی، یگان بگویم مناقشه در باب قدر نشده بود و این چیز روایت هم نشده است که یگان کسی تقدیر را انکار کرده باشد یا جحد کرده باشد، بلکه مالک ابن انس از اهل مدینه روایت میکنند و این چنین از تابعین ها و از تبع تابعین، از همه عامه دولت های اسلامی همون زمانشون، از حجاز و عراق و شام و مصر روایت میکنند که همه ایمان داشتند. همه ایمان داشتند به چی؟
به قدر. سبحان الله. پس اولین منطقه که در اونجا قدر شروع شد، در باب قدر انکار قدر شروع شد، قدری ها، این بصره بود. بصره یک شهری که در عراق است. همه بدعت در شرق بود، یعنی یا در عراق یا در خراسان. و علما میگن که در همون بصره همون فتنه به وجود آمد، باز در همون جا نابود می شود. و اینها یک چند نفر بودند: معبد الجهنی و یا سی سوایح می گفتند. انا همینها قدری بودند، یعنی قدر را اثبات نمی کردند. اکنون نظر میکنیم اهل خراسان را. اهل خراسان چگونه ایمان داشتند؟ منطقه من و شما همه اهل خراسان ایمان به قدر داشتند، چه خیلی که صحابگان و تابعین و تبع تابعین ایمان دارند. عقیده اهل خراسان در اول خوب بود. عامتا همه، هم علما هم عامه، علما، فقها، ادبا، عبدالله ابن مبارک، اسحاق ابن راهوی، اینها سلف، ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، ابو اسماعیل الهروی، الدارمی، ابن خزیمه و حاکم و غیره، همه اینها ایمانشون مثل ایمانی سلف صالح بود. یگان نفر از عالمی که از سلف باشد این تقدیر را انکار نکرده است. بارک الله فیکم. پس مسئله قدر هم از مسائل فطرتی هست و هیچ کسی قادر نیست که تقدیر را انکار بکند، مگرم کسایی که سخت پیروی از هوا و هوس بکند و بالاخره به سبب گمراه شدند شاید انکار کند فطرتش را و انکار کند یک چیزی مشهور و معروف را. این است یک حلقه اول در باب قدر، این مقدمه که شما باید خوب دقت بدهید. و البته در حلقه آینده در باب فضیلت دانستن ایمان آوردن به تقدیر و چگونه زیبا شدن زندگی به خاطر ایمان آوردن به تقدیر ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.